برای که حدیث اند چی اومد؟ 3 جمله اومد. 3 جمله. یکمش چیه؟ تقوا. دویمش اتبع السیئه الحسنه، ها، سوری چیه؟ تمحوها و خالق الناس بخلق حسن. 3 چیز درباره تقوا، درباره ذهاب حسن سیئات بالحسنات و سوری چیه؟ درباره خلق حسن. هر سهش هم دلیل های صدق دلیل ها اومده. میگم خیلی نه، ها، برای این حدیث معناش صحیح، متنش چی میشه؟ صحیح، نه اسنادش ضعیف، لیکن درباره چیه؟ تقوا. اتق الله حيث ما كنت، بجایی که باشه چی؟ تقوا. نعم، این چیز یعنی وصیت الله عز وجل للاولین والآخرین. این وصیت الله تعالی تمام اول و آخرین بشریت به وصیت الله تعالی تقوا. من به الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. نعم، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. نه ثم بعد دومش ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله على من چیز، ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. ها، یعنی ده، یعنی ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، از شماها پیش بوده ها همه، ها، اهل تورات، اهل انجیل، اهل زبور، همه و شماها، یعنی شماها که امت محمد صلی الله علیه و سلم چی گفتیم؟ یعنی امر چی شد؟ یعنی وصیت ما ولقد وصینا، وصیت ما همین بود که تقوا کنید الله سبحانه و تعالی. از الله سبحانه و تعالی چیکار کنید؟ یعنی تقوا کنید. ها، و معنای تقوا، اصل تقوا یعنی اتقا. ها، اتقا یعنی تتقی، یعنی یک چیز از چی، ها، خودت چی گرفتن، یعنی پنهان دور گرفتن، یعنی ان تجعل بینک و بین ما تخاف منه و تحذر منه وقایه، یعنی بین خودت و بین چیزی که میترسی یک چی وقایه یعنی سپار بر این چیز میگیری. یعنی فهمیدید؟ الان من چی میگیم؟ تقوا میگیم. همین چی تقوا؟ یعنی ترسیدن از الله سبحانه و تعالی. همین میبینیم که تقوا قرآن به چه 2 چیز به اضافه شده میبیاد. بار اضافه میشد الله به لفظ الجلال به، مثل قول الله سبحانه و تعالی، مثل آیت انده ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. تقوا چه به اضافه شد؟ لفظ الجلال به، ها، یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. چه بشود؟ یعنی الله سبحانه و تعالی واتقوا الله و يعلمكم الله. واتقوا الله یعنی چه به اضافه شد؟ الله به. این حالت معنای این چیز چی میشد؟ یعنی از چی؟ از الله سبحانه و تعالی ترسیدن، از الله سبحانه و تعالی شرم داشتن، قدرت الله تعالی، سلطنت الله تعالی اعتراف کردن معناش میده. و بار چی به عذاب الله تعالی به اضافه میشه. عذاب یعنی 2 خیل میشه، مکان یا که زمان. یعنی مکان مثل قول الله سبحانه و تعالی واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. واتقوا النار، اتقوا چه؟ نار. یعنی چی شد؟ یعنی این مکان عذاب چه؟ واتقوا النار، از چه؟ از نار ترسید. ها، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره واتقوا النار التي اعدت للكافرين. یعنی چی؟ از چه؟ ناری که چی میشه. و احیانا واتقوا یوما، ها، ترجعون الیه. یعنی چی شد؟ یعنی زمان شد. یعنی این انده چی؟ از خود یعنی روز و خود یعنی چی؟ مکان عذاب و زمان عذاب چه ترسیدن معناش میده تقوا. ها، الان تقوا یعنی چی میشه؟ یعنی تقوا این این حدیث اند ابن رجب میگه که یعنی چی شد؟ یعنی هذا حدیث جامع لحقوق الله و حقوق العباد. حقوق الله تعالی چی باشه این اندازه؟ یعنی همین تقوا چه؟ ترسیدن الله سبحانه. و تقوا به ماذا يكون؟ بفعل الاوامر و ترک المحرمات. ها، بفعل یعنی امرهای الله تعالی جواب آورده، از حرام ها از نهی ها رو گرداندن. و اکمل تقوا، حق تقوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقوا چی هست؟ ها، یعنی فعل المندوبات و ترک المکروهات. فهمید؟ مندوبات کرده چی؟ نعم. اما تعریف طلق حبیب این تعریف اشمل. تقوا به چی میگه؟ یعنی ان تعمل بطاعت الله
على نور من الله رجاء ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله سبحانه وتعالى. يعني یک عمل میکنی و چی؟ به دلیل و به امید، به نیت به الله تعالی. و این چون یک عمل ترک میکنی به چی؟ به دلیل و برای به نیت، به اخلاص از الله تعالی ترسیده. هم معنای چی؟ معنای تقوا همین چیز. تقوا یعنی دیوتمی وصیتی اولین، وصیت الله عز وجل للاولین والآخرین. واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني سبب چی؟ سبب علم، تعلم يعني تقوا میشد. نعم. و دویم عبارت، دویم قسم حدیث چی؟ و اتا اتق الله حيثما نه حيثما عندما، اینا چی؟ ظرفیه. مایی چی میشه دیدنده معنای ظرفیه ایمت، جایی که باشی. نعم. و دویم عبارش اتبع السيئة الحسنة تمحوها جملة تعليلية، جملة جوابية، يعني جواب سبب. يعني اتبع السيئة، الله سبحانه وتعالى ما يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. حسنات چی میکنه؟ یعنی سیئات نیست میکنه. معناش اتبعی السیئة الحسنة، یک گناه که کردی چیکار کن؟ حسنه کن. طيب چی میشه در جواب، در نتیجه؟ حسنه سیئه چی میکند؟ کور میکند. همینجور ان الحسنات یذهبن سیئات، یعنی حسنه ها سیئه های چیکار میکند؟ یعنی نیست نابود میکند. مثل دیروز حدیث صحیح مسلم یعنی و اذا حمل الانسان بالسیئه فلم يعمل بها تركها لله عز وجل كتب الله عز وجل له اجر. یعنی سیئه نکرده و جوش به عملی ترک کرده چی میشه؟ دایبه یک اجر داده میشه. دایبه هم به یعنی معناش هر باره که انسان یعنی معروف که مثلا چی میکند، یعنی انسان گناه میکنه، هم به این چی به دلالت میکند، یعنی باید که از حسنات عملهای نیک باید که چی کند، یعنی بسیار کند. یعنی ان الحسنات يذهبن السيئات اتبع السيئة الحسنة تمحوها. یعنی یک کاری که گناه که کرده، یک کاری که گناه که کرده مباشرتاً چیکار کنی؟ یعنی یک کار عمل نیک کن و چی میشه؟ یعنی باید میرد انشاءالله. و سیمش و خالق الناس بخلق حسن. خالق یعنی وزن فاعل، افاعل یفاعل، و این وزن مفاعله صرف بگرفتیم که مفاعله تکون بین اثنین فصاعدا، بین دو نفر و بسیار نباشد. یعنی همکاری، یعنی همراه مردم وقتی که معامله میکنه و های چی؟ به حسن خلق، به بهترین، به خلق حسن، به بهترین خلق با همراه های چی؟ معامله کن. خلق نعم، خالقین یعنی معامله کن همراه مردم به خلق حسن. یعنی معنای شاهد این حدیث صحیح مسلم با اومدگی حدیث عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله تعالی و ارضاه که رسول صلی الله علیه وسلم میگوید که من احب ان یزحزح من النار فيدخل الجنه فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه. یعنی اگر از جهنم خلاص شده جنت به در آمدنی دوست داری، پس پیش مردن چیه؟ الله روز قیامت به ایمان آوره و این چونه اگر خواهی که جنت بدرایی، خواهی که از دوزخ خلاص شوی، آدم ها همراه آدم ها همین خیلی معامله کن که برای خود همین معامله را دوست می‌داره از آدم ها. یا میری آدم های چی؟ دشنام میتی، میری آدم های حقارت میکنی. یعنی میخواهی که توی هم خیلی کس بیاد و دشنامت یا که توی حقارتت کنن، میخواهی همین چیزه. لا شک نه تو به این چیز چی؟ پسندیده نمیشد، این چیزه تو دوست نمیداری، این چیزه چی؟ تو بد میبینی. تا
برای خود که بد دیده برای دیگر خواهی همینه بد بین یعنی هم خیلی یعنی برای خود چیه بد بین یعنی همین به مثلا یعنی مسئله چی یعنی غازی میگن که یعنی چی النکاح به نیت طلاق یعنی زن میگیرد و نیتش چیه یعنی یک چند وقت یک ماه دو ماه زندگی میکرد دوستون طلاق میکند یعنی طيب بیت همین حدیث تطبیق کنیم از همین چیز تو برای خودت برای دخترت برای خواهرت برای جنت میخواهی هم چیزه میخوای که بیایند و خواهر توی گیرند یا دختر توی گیرند و یک ماه زندگی کنند و سن طلاق کنند همین چیزه میخوای تو همین چیزه دوست میداری تو لا شک نه طيب مردم هم بد میبینن این چیزه